سلام دوستان، امیر هستم، دنتال هایجنیست. با یه ویدیو دیگه به کانال خودتون دنتال گرافی خوش اومدید. تو این ویدیو به طور خلاصه مواد تشکیل دهنده خمیر دندونا رو توضیح میدم و اینکه کدوم خمیر دندون مناسب شماست. مواد تشکیل دهنده خمیر دندون دو نوعه. یه سری مواد هستن که در همه خمیر دندون ها باید وجود داشته باشه. یه سری مواد برای عارضه های مشخصی هست، مثل سفید کننده های دندون. بریم که با هم بررسی کنیم. در قسمت اول مواد عمومی که در همه خمیر دندون ها باید باشن رو بررسی می‌کنیم. 1. فلوراید. خمیر دندون بدون فلوراید به هیچ دردی نمیخوره. فلوراید باعث میشه که مینای دندونتون تقویت بشه و جلوگیری میکنه از پوسیدگی دندونتون. پس اگه رفتی خمیر دندون بخری، حتما دنبال سدیم فلوراید، استانس فلوراید بگرد. ماده شماره 2 ساینده ها یا همون ابریسیو ها هستن. موادی که لکه و پلک های سطحی روی دندونمون رو پاک میکنن و اون حس تمیزی بعد از مسواک زدن رو به ما میدن. این مواد شامل کلسیم کربونیت یا سیلیکاتهای هیدراته هستن. مواد شماره 3 شوینده ها، موادی که با کف کردن باعث میشن که راحت‌تر مسواک بزنی و مواد روی سطح دندونت پخش بشن. در اصطلاح SLS ها هستن. سدیم لوریل سولفیت. خیلی از افراد به این مواد حساسیت دارن. ماده شماره 4 طعم دهنده ها که باعث میشن اون حس خوشبویی و خوش طعمی خمیر دندون ها احساس بشه. این مواد شامل نعنا، دارچین یا شیرین کننده های بدون قند، در اصطلاح زایلتول هستش. ماده شماره 5 مرطوب کننده ها. این مواد باعث میشن که خمیر دندون داخل تیوب خوش نشه. ترکیباتی مثل گلیسریل یا سوربیتول ها. و در نهایت ماده شماره 6 نگهدارنده ها. این مواد باعث میشن که خمیر دندون فاسد نشه. موادی مثل سدیم بنزوئیت یا پارابنز ها. حالا وقتشه که بریم سراغ قسمت جذاب این ویدیو. مواد ویژه‌ای که میتونن اثرات خاصی روی دندونات بذارن. اگه دنبال سفید شدن دندوناتی، پس دنبال خمیر دندونی باش که حاوی پروکساید ها هست. هیدروژن پروکساید اور کلسیم پروکساید مواد معروف در حوزه دندون پزشکی که لکه های زیرین لایه‌های دندون رو از بین میبرن. اگه دندونات نسبت به سردی و گرمی حساسه، پس باید دنبال ضد حساسیت بگردید. از جمله مواد ضد حساسیت معروف در حوزه دندون پزشکی پتاسیم نایتریت ها هستند. ترکیباتی که باعث آرام شدن نرف‌های دندون میشن. اگه دنبال این هستی که جرم‌های پشت دندونت کم بشه، پس دنبال ترکیبات سدیم پایروفاسفیت باش. زینک سیتریت هم همین کارو میکنه. و در نهایت اگه لثه‌ات متورم شده و همش خونریزی میکنه، به دنبال ترکیبات ضد باکتری باش. کلوروهکسدین یک ترکیب معروف ضد باکتری در حوزه دندون پزشکی هست. امیدوارم که این ویدیو کوتاه برات مفید بوده باشه و از این به بعد برای خرید خمیر دندونت اول محتویات داخلش رو نگاه کنی. اگه از این ویدیو خوشت اومد، لایک و سابسکرایب یادت نره. ممنونم از نگاهتون. تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار.